عذاب بی‌شوهری یا که بی‌مرد بدن در زندگی از خواهرای بی‌شوهر پرس. السلام علیکم خواهر عزیزم، البته نصیحت نمیکنم اما سخنی میگم. هر مرد آرزو میکنه یا که آرزوی هر مرد است که وقتی از خواب میخیزه، از کار میبیاید، از زندگی، از کجایی که مشکلی میبیاید، میخواد زن اول آرامش کنه، فرسش الحمدلله بگه که حیاتم، پدری کودکم، زندگیم ساق سالم آمدی، در طول سرمو هستی. البته که آرام شید هیچ زندگی به کمبودی نمیشود. بعد کمبودی ها رو میگه با مصلحت همدیگر حل میکنی. بعضی خواهرها متاسفانه آرزوی طلاق و جداگی و آزادی میخوان. این خیلی دردی سخت است. شکر کنی نعمتت افزون شوه، گر نکنی از کفت بیرون شوه. شوهر داشتن این نعمتی بهترین است. خواهرای مهربان، زندگیتون بقبه، حرمت شوهرتون داشته باشه. البته که شوهران هم بیگناه نیستن اما با مصلحت همدیگر زندگی ساخت سالم پیش بره. الله همه ما را به راه هدایت کنه. خواهرای ما همه وقت به زندگی آباد باشه. برادرانم در فکر زن و فرزند باشه. خدا نگهدار.